تمام صحبتایی که تو فضای مجازی میاد طرفداران تیم نیستن، بلکه شاید دشمنان تیم هستن که میخوان این فضا رو برای ما به وجود بیارن. آقای وحید هاشمیان، این آماری رو که میذارم قشنگ نگاه کن. فرهاد دوست پرسپولیسمون فرستاده. نگاه کن ببین واقعا این آمار دشمنه؟ تو هم توهم زدی؟ 1. عدم ثبات سرمربی در یک دهه اخیر. 2. عدم ثبات اسکواد در یک دهه اخیر. 3. خریدهای ضعیف خارجی. 4. تمیروف، باهویی، پریرا، دیاباته، لوکاس جواو و گاریدو. 5. پرداخت غرامت‌های سنگین برای خریدهای ضعیف. 6. تنزل از رتبه اول و دوم به رتبه سوم در یک دهه اخیر. 7. عدم صعود مرحله حذفی لیگ قهرمانان بعد از یک دهه. 8. کسب ضعیفترین نتایج در یک دهه اخیر. 9. از دست دادن بازیکنان کلیدی در زمان مدیریت رضا درویش. 10. بی‌ثبات‌ترین نقل و انتقالات در زمان مدیریت درویش. 11. شکست در 99% پرونده‌های حقوقی. 12. عدم کسب سهمیه آسیایی بعد از یک دهه. 13. رکورد 4 باخت پیاپی به سپاهان در زمان مدیریت درویش. 14. عدم صداقت در دوران مدیریت درویش و توهین‌های مکرر به هواداران. 15. در دوره 4 ساله مدیریت درویش از 12 جام داخلی فقط 4 جام کسب شده. دشمن شما آمار شماست. آمار آقای درویش دشمنشه. توی کشوری، شهری یا مجموعه‌ای که یک کسی انتقاد میکنه، انتقاد کننده شد دشمن، فاتحه اون کشور رو، اون باشگاه رو بخون. وحید هاشمیان، من تا به امروز فکر میکردم تو واقعا حرفه‌ای فکر میکنی، ولی الان به همه مردم اثبات کردی که تو حرفه‌ای فکر نمی‌کنی. یعنی چی؟ توی فوتبال من حتی یه استقلالی رو دشمن نمیدونم، یه تراکتوری رو دشمن نمیدونم. تو استادیوم سنگ می‌زنیم تو سرم دیگه، با استقلالیا کرکر، با سپاهانیا کرکر، ولی هیچ وقت از کلمه دشمن استفاده نمی‌کنیم. دشمن برای ورزش نیستش. قلب آذریا، قلب تهرانیا، قلب سپاهانیا، ما عشق میدیم به هم دیگه، هم دیگه رو دوست داریم. فوتبال که تمام میشه با هم کیف کنیم. من بهترین رفیقم استقلالیه. دشمن یعنی چی؟ این چه طرز حرفه‌ای فکر کردنه؟ منتقد رو وقتی دشمن کردی یعنی وحید هاشمیان درو به روی همه چی بستی. به این فکر کن. درویش وسط فصل تیم کم بیاره، ما الان بالا پایین میپریم میگیم بازیکن بگیریم. آقای هاشمیان تو پارسال نبودی، ما همین اتفاقو داشتیم، صحبت کردیم. سروش رفیع اومد گفت نه مشکلی نیستش، همین فرهاد شاهده. سروش اومد گفت نه مشکلی نداریم، همه چی عالیه. با آخر فصل گفتیم جواب بده سرشو که از زیر برف. الان هم شبیه فصل گذشته میشه. وحید هاشمیان این چه نوع حرفه‌ایگریه که به یه ورزش فوتبال به منتقدات میگی دشمن؟ واقعا من شرمندم که حرفه‌ای این مملکت تویی. فاتحه این کشور رو باید بخونی. بابا من رفتم اداره برق، میگم آقا برای چی برق قطع می‌کنی 4 ساعت؟ من یخچال خونم سوخته. میگه این حرفای دشمنه. فاتحه همه چی اینجا بخونید.